سلام، خوب هستی خانم؟ قربون شما، مرسی. خانم شما متعهدی مجرد؟ من شوهر دارم، متأهلم. بله. میشه شماره شوهرتون رو بدی دوستمون امتحانش کنه؟ چالشمون اینه. شوهر من که اینجوری نیست ولی باشه. یعنی امتحان شده است. آره. ولی حالا ما یه امتحان کنیم دیگه بشه. شمارهشو بگیرم الان؟ الان؟ شمارهشو نه. شمارهشو بده ایشون بزنه. من توی مغازه در مغازه دیدمتون، خوشم اومد ازتون، شماره‌تون رو برداشتم. میخواستم ببینم که چجوریه. جان متوجه نشدم. یعنی شماره‌تون رو از روی شیشه مغازه‌تون برداشتم، خوشم اومد ازتون، میخواستم ببینم که کاملا کار اشتباهی کردید. لطف کنید چرا؟ دیگه پیام ندید، دیگه هم زنگ نزنید. من متعهدم. حالا نمیشه رفیق باشی. واسه چی زنگ زدی؟ واسه چی زنگ زدی؟ حروم زاده.